چه افتخاری داره که کسی حریف زبون شما نمیشه؟ چه افتخاری داره که کسی حریف تیکه های شما، مکر شما، بازی شما نمیشه؟ چه افتخاری داره که پشت یه صفحه فیک میای هرچی دلت میخواد مینویسی و فکر میکنی که زدم طرف رو از ریشه؟ این چه افتخاری داره که واژه‌ای به کار بردی و کلمه‌ای گفتی که 15 سال طرف تو خلوتش فکر میکنه و احساس نابودی میکنه؟ افتخار به اینه که کسی حریف معرفت تو نمیشه. افتخار به اینه که کسی حریف تواضع تو نمیشه، حریف مهربونی تو نمیشه، شرافت تو نمیشه. افتخار به اینه که تو یه جا میتونی یکی رو بزنی از ریشه ولی نمی کنی و پیش وجدان خودت طرف نتونست حریف وجدان تو بشه. چرا فکر میکنیم اگه کلماتو جوری به کار ببریم که طرف رو از ریشه بزنه فکر میکنیم طرف خیلی بلد بوده؟ کاری نداره که چیدمان چند تا کلمه کنار هم حرفهای زشت زدن و طرف رو در این شرایط سخت و پیچیده نابود کردن.